بسم الله الرحمن الرحیم. طرح توسعه مسجد الحرام. پروردگارا، یکی از فرزندانم را در وادی خشکی کنار خانه حرمت یافته‌ات اسکان دادم. پروردگارا، تا نماز را برپا دارند. پس دلهای برخی از مردم را شیفته آنان ساز و از میوه ها روزی شانده، باشد که سپاسگزار شوند. این بود سرآغاز ام القری در همسایگی بیت العتیق، کنار وادی حضرت ابراهیم خلیل علیه السلام، در آن جایگاه فرودین که دیواره کوهی تهی از اسباب زیست آن را در بر گرفته بود. آنجا که ابراهیم خلیل هاجر و فرزند دلبندش اسماعیل را در آن سرزمین قرار داد و به آفریدگارش روی نمود و با دلی لبریز از ایمان و یقین از او خواست که آن سرزمین خشک و خالی را مورد توجه دلهای مردم و جایگاهی برای بندگی، حیات و زندگی قرار دهد. به فضل الهی مکه مکرمه به دست مبارک پیامبر هدایت و رحمت فتح شد. آن روز مساحت مسجد الحرام حدود 2000 متر مربع بود. در سال 17 هجری، پس از اینکه سیل عظیمی به مسجد الحرام یورش برد، خلیفه دوم دستور داد تا مسجد را توسعه دهند که به میزان 500 متر مربع بر وسعت آن افزوده شد. و پس از آن خلیفه سوم مقدار 1700 متر مربع بر وسعت آن افزود و متعاقب آن در سال 65 هجری قمری توسعه عبدالله ابن زبیر به مقدار 3300 متر مربع صورت گرفت. سپس منصور دوانقی در سال 137 هجری قمری این مساحت را به مقدار 5300 متر افزایش داد. در دوران مهدی عباسی توسعه دیگری انجام شد که در حدود 15000 متر مربع بود. سپس مقدار 1300 متر مربع در زمان معتضد عباسی و 950 متر مربع هم در سال 306 هجری قمری در دوران مقتدر عباسی بار دیگر بر وسعت آن افزوده شد، به طوری که مساحت کلی مسجد الحرام به 30100 متر مربع رسید که گنجایش 60000 نمازگزار را داشت. از آن پس تغییر چندانی رخ نداد تا اینکه زمان ملک عبدالعزیز فرا رسید. وی دستور توسعه مسجد را صادر کرد که نخستین توسعه